بعد خلاصه هیچی آقا اون یکی برام غفوریان یه دقیقه بیخیال چیم مایی بعد خلاصه اومدن یه لباس هست دیگه میدونیم انشالله که کمتر عمل کرده باشیم ولی زیبایی رو که دیگه همه رفتیم بعد از جلو دستاشون دست میاد بعد اینجا پشت بسته میشه قربونش برم تا اینجاست لباس اتاق عمل تا اینجا بعد اینو پوشیدم و پشتم کلن لخته دیگه 4 تا بنده چی میگن دکولته کدوم هست ما نداریم اون لباس بعد اینجوری بسته و اینا پشتش بعد اومدم از در برم بیرون یه آقای با یک کیسه فریزر وایساده بود گفتم که جان گفت اونم در آن داداش این یه دونه رو خواهشن اگه میشه این پام باشه تا اتاق عمل گفت نه اونم باید در بیاری بابا این کوتاه چیو در بیاری تا اینجاست لباسه من چرا اونو باید در بیارم گفت استریل باید بریم داخل دیگه اینجوریه انداختم تو پلاستیک یهو یادم من پشتش کامل لخته بعد تو اتاق عمل به دیوار باید بچسبی شرایطی بود تا میچرخیدی همه آقا عمل داریم ما بیشور بعد تو اتاق عمل توی شرایط سخت به دیوار باید بچسبی بریم بعد رفتیم تو اتاق عمل کسی تو روز بعد نبینیم همه خانم پرستار پر خانوم بود تو اتاق عمل من متخصص بیهوشیم بعد گفتم که بله تخت اینجا بود گفت برو بالا داداش اینو بلند چجوری؟ گفت من بخوام گفتم میدونم داداش 4 تا خانومی یک مردم قرار بود عمل کنه احتمالا بقیه اومده بودن ببینن فقط گفتم بابا این خیلی بلند کوتاست اصلا تو بخوای شکم عمل کنی چرا پایین یه دامن ندادین بالا رو خب بابا مردم معذب میشم ما که دفعه اوله میبینیم شو اختیار داره گفتم دکتر من هر جوری احساس میکنم نمیتونم جفتی رو بپرم میده بعد تازه اونم باد میخوره گفتم خدا اینوری هم که نمیشم چسبیده بودم به دیوار اتاق عمل گفتم دکتر میشه خانوما برگردن روشونو بکنن اون و من بیفتم اونجا حالا خانمه که متخصص بیهوشی بود ناراحت شد گفت باشه یعنی چی؟ چرا ناراحتی؟ خب حالا برگردیدم خانومم میگفت عمل نکنه قربونش دارم کجایی؟ میشی؟ ای خوشگله من خب بعد خیلی دوستش دارم من خانومم واقعا عاشقش امسالم قول داده که یه پسر بیاریم با هم حالا بعد دیگه جلوی این همه قول گرفتم دیگه روشون کردم اون برای من گفتم دیگه دکتر ببخشید داداش خوابیدم خب وقتی میخوابه میاد بالا کامل اینجوری بودم رو تخت اتاقم یا خانم بر نگرد دکتر ببخشید یه پارچه میندازی ما رو بیهوش کنی راحتیم حالا دیگه بیهوشم دیگه به من ربطی نداره خودتون باید چشاتون رو درویش کنید حالا چی هست کلا بعد خلاصه یه آقای اینجوری بالبال زد من نمیدونم سوئدی این یعنی چی بعد خلاصه ها داداش بفرمایید خوش میکنم بعد خلاصه ما دراز کشتیم دیگه دیدم این دستگاه هست که اینجوری میزنن طرف میمیره اکثرا هم جواب نمیده سری پارچه رو اونو آورد گذاشت بغل تخت من اصلا گفته بودم من بیهوش نمیخوام بشم و اینو آورد بغل تخت گفتم دکتر لازمه این یارو چرا داداش یه ذره چربی میخوای در بیاری موردی از گفت به هر حال شاید گفتم شاید چی دکتر من اصلا پشیمون شدم بخواب دیگه اومدی داخل دیگه باید عمل چی اونم پول میگیره خب بیشتر زیبایی اینجوریه دیگه بعد چقدر زیبایی بعد الان نشون بدم انگاری 2 تا شکم زاییدم
چی دیگه من اینجوری بودم گفتم دکتر فلان باشه بیهوشت نمیکنم فلان. بعد دیدم یه خانم این بر اومد شروع کرد تزریق کردن دیگه حواسم پرت. گفتم دکتر اگه میشه واقعا نگم تو فرصت داشت داره بیهوشی تزریق میکرد. گفتم دکتر من واقعا نمیخوام بیهوشی. بعد بیهوش اومدم گفتم دکتر منو بیهوش نکنید. گفت داداش عمل شدی رفت تموم شد. از من خدافظ. خانم آقایون بنیامین ماه بنیامین ای جون بنیامین آخ جون بنیامین ای خدا بنیامین